الله الرحمن الرحیم. درس چهارم، حرفهای متحرکه. حرکت ها زبر، زیر و پیش می باشند. اگر ما کوتاه بگیریم، زبر و زیر و پیش را نخوانیم، در اینجا فقط می خوانیم ا ای او، ا هی هو، ا ای او. از اینجا که میخواهیم این درس و یا آریواج ترتیب درسی باقی بماند و یا آسان فهم شود، میگوییم الف زبر الف زیر ای، الف پیش او، ا ای او. ها زبر ها زیر هی، ها پیش هو. عین زبر عین زیر عی، عین پیش عو، عو. ح زبر ح زر حي، ح پیش حو، ح حي حو. غين زبر غين زر غين پیش غو، غا غي غو. خا زبر خا زر خا پیش خو، خا خي خو. قاف زبر قاف زر قاف پیش قو، قا قي قو. كاف زبر كاف زر كاف پیش کو، کا کی کو. جيم زبر جيم زر جيم پیش جو، جا جي جو. شين زبر شين زر شين پیش شو، شا شي شو. يا زبر يا زر يا پیش يو، يا يو. ضاد زبر ضاد زر ضاد پیش ضو، ضا ضي ضو. لام زبر لام زر لام پیش لو، لا لي لو. نون زبر نون زر نون پیش نو، نا ني نو. را زبر را زر را پیش رو، را ری رو. طا زبر طا زر طا پیش طو، طا طي طو. دال زبر دال زر دال پیش دو، دا دي دو. تا زبر تا زر تي تا پیش تو. صاد زبر صاد زر صاد پیش صو، صا سي صو. سين زبر سين زر سين پیش سو، سا سي سو. زا زبر زا زر زا پیش زو، زا زي زو. ضاد زبر ضاد زر ضاد پیش ضو، ضا ضي ضو. ذال زبر ذال زر ذال پیش ذو، ذا ذي ذو. ثا زبر ثا زر ثا پیش ثا في ثو. فا زبر فا زر فا پیش فو، فا في فو. واو زبر واو زر واو پیش وو، وا في وو. با زبر با زر با پیش بو، با بي بو. ميم زبر ما ميم زر ميم پیش مو. خب دوستان عزیز، یک بار دیگر با دقت گوش کنین. یعنی در اینجا بسیار واضح تر است. هر جا که همین علامت ها بالای حرف و یا پایان حرف آمدن
اگر زبر بالای حرف آمد صدای ا را استفاده میکند. و طوری مثال اینجا ف میخونیم. اگر در پایان حرف آمد اینجا و مانند اینجا اون را حرف ما فی میخونیم. اگر در اینجا به این شکل آمد رو ما فو میخونیم. یعنی همون حرف رو نگاه میکنیم، بعد اون صداها رو با اون روش میکنیم و یا که پیوست میکنیم. ف فی فو. خب در یادتون بگیرید. درس پنجم خیلی درس مهم است، دنبال بکنید.